جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروزی شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروزی شما. شادند از آن که روزی فیروزی شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریکی شما گویم از بزم و طرب شادم. سلام و درود، السلام علیکم بیننده های ما، تماشابینان عزیز. امروز جمعه تبریکاتی شهنان در قهرمان ششلیک برای تبریک کردن جشن زادروزی ثریا خالا آمدیم. امروز تبریکات را از نام خانواده حفیظمک، از نام جیانشان، از نام عزیزکه تبریک کرده لحظه های خرسندی را بسیار هم فراغتی را همراه شما با هم ببینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مهمانان قهرمان ششلیک، همه شما را با امروز این طرفخانه خوش آمدن میگوییم. قدمهایتان را بالای دیده میخوانیم. برای ما لازم هستند صاحب جشن ما ثریا خالا، برایشان تا قرصک بزنیم. به نظام تکلیف میکنیم. مرحبا. ثریا خالا زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد عمر را، مولود خجسته را برایتان مبارکباد میگوییم. سیره آشکار کردن میاد. حالی سیری صداست برنامه کی آمده؟ البته از نام خانواده حفیظمک، از نام جیانتان، جیان مهربانتان، از نام خبرگیرکی همه خالای تاقاپا، از نام عزیزکم شما را تبریک میگویم. البته از نام زهرا خالا خدا رحمت کند. گفتم که در آغاز سخنتان گویید که روحشان شاد باشد فاطمه خالا را. امروز همراهشان هستند. امروز خواهر کلان خاندان جشن زادروز دارند و روحی پاکشان شاد است. امروز از نام اهل عائلتان، از نام شادروان فاطمه خالا، از نام زهرا خالا، قدری خالا، از نام خانواده سمیت آقا، عارف آقا، طاهر آقا، کیلین ها شما را صدقاً تبریک میگویم. زادروزتان مبارک باشد. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید. همیشه صحت سلامت در سر فرزند و جیان و خواهر و دادران خود باشد. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. امروز شما را تبریک میگویم به جهتی که خالجان عزیزی دعاگوی، خالجان مهربان که همیشه در روزهای خرسندی شاد، در روزهای بهترین جیانها، خواهران، برادر و دادران شما سر و بر هستید، دعاگوی هستید، مصلحتچی، عمه‌جان و خاله‌جان بهترین هستید. بخواهم آسمان ماند برایت، زمان گلفشان ماند برایت. بخواهم از همه پیر و جوانها فقط رنگین کمان ماند برایت. ثریا خالا برایتان همه خوشی‌های زندگی را آرزومندیم. بگذار هیچ وقت پیر نشوید و همیشه انوخت در اطراف خویش و تبار و نزدیکان خوش و خرسندانه حیات خود را بسر برید. امروز از نام جیانتان، شخصا از نام
عزیزکه برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین گفتم تاکید کنید که همراهی ینگه ها، همراهی مادرم، خاله ها هماشان یک جایی به زیارت کعبه الله نصیب کند. حجاشی ها شودم ما یک جایی رفته در خدمتشان شویم، حاجیانه شده آمدن برای آنها نصیب کند. گفته در روی دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین را پیشکش شما میکنیم. مبارک باشد. مرحبا. البته برای مادران ارزنده ترین تحفه اعتبار است و بعد از آن گل و گلدسته ها. مرحبا گلدسته را تقدیم میکنیم از نام خواهران. مبارک باشد. مرحبا آغوش کردن تبریک کردنتان ممکن است. امروز کمک دلشان خالص خالیمه یک پاره قلبشان را گم کردن. خدا رحمت کند فاطمه خالیمه و گوید که از نامشان تبریکات های بهترین را رسانید. ما که از روی و دیوار آنا جان ما اینقدر سیر نشده باشیم هم از همین خاله جان عزیزمان به جای آنا شدن، برای بابا شدن، برای سری ما همیشه دعاگوی هستند و همیشه برای ما جیانها، خویش و تبار، نزدیکان در خدمت هستند. بودگیشان با شکر میگویم. در دنیا این خیلی زن حلیم و مهربان نبودگیست. بودگیشان با ما فقط شکرانه میگویم. اکنون باشد سخنهای تبریکاتی را از نام خواهرانتان میشنویم. زهرا خانم مرحبا. السلام علیکم مهمانکای عزیز، خوش آمدید. نور دیده تاجسر لای مایکی جان صد بداره دیر و بدولت شوید. سرکی محمد صاحب و سلامت کرد باشید. لای فاطمه جانم جای کرد جنت شد، لای اکان شاد شود. اما وقت مایکی جان سرکی محمد صاحب و سلامت باشید. خوش آمدید تون هم میکنم بشم. السلام علیکم مهمانای عزیز. من روز خورسندی سریا امروز روز تولدشان ما از نام اویلمان، از نام همجشتگی همه کلین و خواهران تبریک و مبارکباد نموده به این کس عمر دراز بسپرا. نام بتون نام او مرتبه بلند خدای مهربان صد ساله شوند. حضوری بچه کشان را بینن، نیوراشون حضور شکریش بینن. امسال با همه چاک سال سلامت کردیم و با همه روز خورسندیشان با نشستشان با آمده اشتراک کنند. عزیز جان به رحمتی کلام همتون خوش آمدیدون. رحمتی کلام رن برکت. هزار رحمت. تشکر. مبارک باشد. یعنی باشد. مرحبا. جوان این صد بدتر و چی نیتشون شد نیتکشون مرسم شوی شکرشون تیان فرزندشونم لای صد بدر روز قناتی ایتمام در آمده مهموندس شده گردم لای صد بدر ایتمام جان. هزار رحمت. مرحبا. جونزت رو مبارک صد سال شوید. همه نیتوی نیکتون برسید. سری همه مومبا سری همه جیانه کوپا کلینه کوپا سوک سلامت کردیم. رحمت. سلامت باشند. سرای خاله همه دنیا با مگویم که نغزی و نیکی جاویدان میمانده است. من عزیزکیم مانند شما مادران را دلشان را میابند در زندگی هیچ وقت پیش پای پا نمیخورند. شمایان دعا گوید که ما فرزندان سرسبز میگردیم. شمایان هستید که ما خوش و خوشبخت زندگی میکنیم و این همش دعاهای نیکی چنین مادران عزیز است. برای هستیتان شکرانه میگویم. زی تو دارم برای تو دلم گم میزند مادر.
برای هر صدای تو دلم میزند مادر. اگر یک خنده بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم دم میزند مادر. مادر عزیز همیشه لبخنده همراه شمایان باشد. و اکنون زهرا خاله هم ما یک جای شیرینی را برای ما مرحمت شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحمت مبارک باشد. مرحمت هم با یک جای دارید. Чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем меня и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви награды окружения и чумового настроения и самых преданных друзей. تکلیف کنیم حتی رقص خورسردی کنیم و بعد از آن رسم گیری میکنیم. لحظه ها را با تاریخ مهر میسازیم. بار دیگر سرای خاله مبارک باشد. در سری فرزند و نبیره ها هم خاله و هم عمه و هم آنجان شیرین شده گشتن برای شما نصیب کند. مرحبا سرود ها برای شمایان مبارک باشد. اینک بیننده های عزیز، امروز سریا خاله را در جشن زادروزشان از نام خانواده حفیظ عمک، زهرا خاله، عزیزکه، از نام خواهر و دادرانشان، از نام اهل عائله فرزندان تبریک کرده لحظه های خرسندی را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنام رفتیم.